با ما آماده شین وقت بریم مجلسی بودن بعد کار اومدن سخت‌ترین شغله. مشکل اصلی ما مردمن، قضاوت میکنن، به بچه‌های ما میگن آقازاده، در صورتی که همه رو حاج خانم زاییده. ما کارهای اداریش انجام دادم، به ما میگن چرا پسرت آمریکاست رفته فوش بده، از اونجا که بهتر میشنون. ما الگوم رونالدینیوه. مردم بره گوش اعتراض میکنن و براشم پارک میسازم، میگن دلار گرونه، خب با تومن بخیره. خبرنگارا میگن مردم ناراضی ان، زر بزنن. فامیلای ما که همه خوشحالن، میگن مرغ گرونه، اب نداره، تخمشه بخوره. ما خودم یک سمت بدنم فلج رفته، دست که مشکلات مردم رو یک ورمه. بعضیا میگن ما روزی 10 میلیارد درآمدومه، در صورتی که هفته او قدره. یکی از سختیای کار ما مجلسیا تو محل کار خوابیدنه. فکر کن نشسته باید بخوابی، 200 نفرم دارن حرف میزنن. خب دیگه ما آماده بریم که کار خلق الله رو زمین نمانه. راستی رو بگم با بنزین 3000 تومان حالاتن بکنن که ما کم کم بیایم بذاریم تو پذیراییتان. یا